خواهش و التماس میکنیم که شما از روی آیت و حدیث با سوالهای من روشنی اندازید. در محله ما یک کس مرد در روز جمعه. در مردن 3 آدم بزرگ اشتراک کردند. نماز جمعه را نخواندند، مرده را پیش نماز نکردند و آدمان را دعوت کرده در مسجد نماز پیشین جماعت کردند. ما حیران کی را باور کنیم؟ салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага баход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фиту свеча. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هجامه بپوز را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته هجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نقد سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای اینا رفتیم اومدیم. اینا از داکمنت هم یه ماشین قطعی رفت اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه با خودش عبرت نمیگیرن میبیاین. تلفن‌ها پراورکا نمیکنن. یگام چه پراورکا نمیکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه در 2 جوده من کردن، در داکمنتوشو ندیدن. من ماشه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ هم قبل داکمنت ورشی نکرده بودم. اینا همین کرد رفتم اومدم bez problem. هم یه ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. شما آیه قرآن باور کنین، شما احادیث های پیغمبرتون باور کنین. کسی باشد نباشد، بزرگی انسان اون حالت ده معین می شود که انسان مسلمان کامل باشد. اگر امر پروردگار تو ترک بسازی، گفته حبیب خدا را رد کنی، تو از کجا بزرگ هستی؟ شاعر میگوید به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت میگوید همین ممکن است که شما ای مردمی که جمعه را ترک میکنین و جمعه نمیخوانین و امروز برای خودتان هر گونه دلیل ها پیدا کردین، الان که جمعه این یک درس است، این جمعه این ساعت های امر معروف، حبیب خدا میگه لکل شیء ثقالت و ثقالت القلوب ذکر الله عز و جل. ای انسان های بزرگ، پیغمبر میگوید دل انسان سیاه میشود. دل انسان از حساب این پلیدی ها و از این حرام ها و لقمه های نادرست دل انسان سیاه میشود. لیکن حبیب خدا گفت من برای شما سفید کننده دل را خبر دهم. گویم که با چی چیز این دلهای سیاه را سفید کنید؟ چی گفتن حبیب خدا؟ ذکر الله عز و جل. شما در موعظه ها رفته اشتراک کنید، سیاهی دل شما نابود بشود. دلها را باید سفید کنیم ما و شما، دلها را باید نورانی کنیم ما و شما. این اشتراک نکردن این بزرگان معنای او را ندارد که جمعه خواندن نادرست باشد. بزرگان چیها نمیکنند. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. انا عیب در همون بزرگاست که امروز به گفته پروردگار نمی روند و مردم اونها را دیده درس میگیرند. باید امروز همون بزرگا در بین ما چی شوند؟ عبرت باشند. باید مردم اونها را دیده باید که چکار کنند؟ درس گیرند. اگر پیشوا نماز 5 وقته نه آید، قوم از کجا نماز جماعت می آید؟ اگر پیشوا حقیقت گو نباشد، از کجا قومی او هدایت می یابد؟ از کجا؟ اشتراک نکردن بزرگان در نزد پروردگار این گناه است. بزرگ خداوند است. چی بزرگی دارد؟ امر خدا را ترک میکنی و باز بزرگ هستی. پدرم فلانی، پدرم گفته بود، یک کس سوال، پدرم گفته بود
تو نماز جمعه را نخوان که در اینجا نماز جمعه درست نمی شود. و هر انسانی که میخواهد که نازد، هر انسانی که میخواهد که قدر خودش را در بین مردم پیدا کند یا قدرش را در نزد پروردگار بلند سازد، باید که با عملهای خود وی نازد، نه به عملهای پدر و به عملهای مادر و به عملهای بابیم و فلان و فلان. به بال خویش باید کرد پرواز. شاعر میگوید به بال خویش باید کرد پرواز، به بال دیگران نتوان پریدن. به بالها و پرهای خودت پرواز کن، پرها و بالهای دیگران کسی پرواز نکن دیگه. مرده را تیز گرانیدن خوب است یا شب من کردن، برای خویش و تبار آمدن. التماس نقصتر فهمانید. من انشاءالله اینقدر ساده برای شما میگویم، این سخن مرا همه میفهمند. من اینقدر عادی برای شما صحبت میکنم که تا که شما فهمید. همین عادی صحبت کردن من به خاطر اون است که شما فهمید. مرده را تیز بردن این سنت است، در شبم گرانیدن سنت است. شبم باشد روزم باشد، اگر مرده را ما و شما برداشته و اگر طبق سنت خواهیم که رفتار کنیم، فرق ندارد چه شب باشد چه روز باشد، ما و شما باید تیزتر برداشته بریم. آمدن خیش در اطراف مرده این نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است. اگرچه امروز این عادت خیلی نادرستی در بین ما و شما هست که فرزند او شاید یک روز شاید 2 روز در کدام مکان باشد و وی بیاید و بعداً ما این مرده را از اینجا برداریم. چند قدر سرگردانی ها، چند قدر تشویش ها، چند قدر بیماری ها، این قدر ضررهای زیاد در اینجا وجود دارد. همون زمانی که مرد، امروز الحمدلله بینیم قبرهای تیار شد، قبرها تیار. رفته فرمایش میتی 1 ساعت بعد الک میگد مرده تا بیار. دیگر قبر بانه نیست، فقط اعتقاد و توفیق لازم که ما و شما در حال مرده ها را برداریم و برده در قبر جاشون کنیم. این سنت پیغمبر است. یک برادر از ما بسیار خواهش کردن که یک شعر یک برادر از همین قوم ما برای ما تقدیم کردن که همینش ما خوانید تا که در همین کسیته ها همین پیدا شود. و بسیار درخواست کردن، 1 بار درخواست کردن رد کردیم، 2 بار درخواست کردن، این دفعه ما قبول کردیم. اگرچه ما ارزنده این مصرع‌های شعری این برادر نیستیم، لیکن برای خواهش کردنشون میخونیم. وارث انبیا و حاجی میرزا تقدیم می شود. شهر کولاب فخر کن با این پسر، خلق من از امر معروف شد خبر. سالها گردین ما خاری کشید، حاجی میرزا شد اسلام را سپر. گه کند آغاز سخن از مولوی، گه ز قرآن گوید آیاتی قوی. خلق من سیراب شد از لون خوش، گرچه بودن خواب آوردش به هوش. گرچه در پوشتش حسودانی زیاد، لعنت حق بر روانی جمله باد. خار گردان یا خدا یا دشمنش، هم خدا راضی و هم پیغمبرش. من چی گویم خدمتش به انتهاست، تا قیامت بهرش این دستی دعاست. یا خدایا از تو داریم التجا، سایش باشی و او باشد به ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، ما 2 سوال داریم. یکم امام مسجد ما میگوید که در یک شبانه روز
خداوند جان 1000 نفر را میگیرد و 1 نفرش به ایمان میرود. آیا این درست است؟ نه، این نادرست است. جان 1000 نفر نه، امروز صدها هزار نفر شاید که امروز جان اونها را پروردگار گیرد. عدد اینها را کی میداند؟ این خبری نادرست است. یک تای او با ایمان میرفت است و مثال 999 تای او به ایمان. کسی نمیداند کی با ایمان میرود کی به ایمان میرود. اینا افسانه هستند، افسانه میگن اینا را. یگان سخنم در یگان کتابم این هیچ اصل ندارد، تماما نادرست است. دوم سوال، یک مرد 5 وقت نمازش را در مسجد میخواند و میخندد و ایرا رفیقانش میگویند که تو دیگر نماز نخوان که نماز تو درست نیست. وای کم کم کسلی میباشد. آیا این نماز خواند یا نه؟ وای خواند نخواند برای آدم کسلی هیچ فرقی ندارد. میخندد، گریه میکند، وای کاری وای خواندن. آدمی سالم خندیدنش نادرست است. آدمی سالمی که باشد و بی درد باشد و در نماز وقتی که اگر خندید نمازی وای باطل می شود، فاسد می شود. لیکن برای آدمی بیمار فرقی ندارد چگونه نمازی که می خواند وای خواندن گیرد وای در رخصت است. السلام علیکم. اکای داملا حاجی میرزا میگویند که اگر با دختری بیگانه گپ زنی یا با وی رسی میگویند که این حرام است. التماس با سوال ما جان، اینقدر اگر تو در این موعظه های ما اشتراک داشته باشی و باز ندانی که با دختری بیگانه صحبت کردن حرام باشد، من نمیدانم شما کجا را گوش کرده اید. حرام بودنش از همون خواهر خودت، از خواهر خودت خلاصه برآر. بگذار خواهرت با یک مرد بیگانه گپ دادن گیرد و تو رفته تماشا کن. چگونه خطا تصور میکنی؟ چه حس میکنی خطا؟ اگر ایماندار باشی تو در جای دیگر قرار ایستاده نمیتانی. انا همین حرام بودن این علکی خودش اثبات است. حبیب خدا میگوید ایاکم و الدخول علی النساء، امر میکند بر شما باد ای امتان من، زنی که تنها باشد با او صحبت نکنید. زنی که در خانه‌ای که در حالت تنها بودن دختر با او رو پرو شده و صحبت نکنید، زیرا عاقبتش به همه ما و شما معلوم است که اونها وقتی تنها که ماندن، تنها که صحبت کردن چی میگویند. حبیب خدا میگوید لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. اگر در سر امت من یک سوزن آهنین را زیر کنند، یعنی از بالای سر شما یک میخ آهنین قطع زنند، حبیب خدا گفتند این برای شما بهتر است از او که شما این دست خدا در بدن زن نامحرم میرسانید. این دست هایی که اگر در اون زن هایی که برای شما نیکارس هستند، اگر شما دست درازی کردین، دست اونها را قپیدین و هر اعضای اونها را وقتی که شما دست دراز کردین، حبیب خدا گفتند این آسان است از روی عذابی که یک میخی که در بالای سر شما کوفته می شود. یعنی این عاقبتی ناخوب دارد. جوانای عزیز، انشاءالله من در باب زنا که صحبت داشتیم، لیکن باز در این باب من برای شما صحبت میکنم که بسیار احتیاط شوید که روز به روز زنا روز به روز اوج گرفته ایستاده است. روز به روز فحش و فاحشگی ها اطراف ما و شما را اشغال کرده ایستاده. بسیار با احتیاط باشید، بسیار با احتیاط باشید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی با شما 2 سوال دارم. میخواهم که زودتر جوابش را گیرم. یک موضوع در باب آدمانی که آدمان سطردار را هرخیله گپ میگویند.
مسخره میکنن صحبت میکردید. ما در این بابا چندین بار گفتیم کسی که مسخره میکند دختری را که او با سطر هست و همچنان است که مسخره در قرآن کرده است. این انسان، من این گونه انسان مسلمان کامل نمیشمارم وقتی که اگر با یک دختری که وی سطردار باشد و یک چادر اسلامی داشته باشد و باز دیگر زن یا مردهای پیدا شوند که وی را محاکمه کنند، وی را مسخره کنند، باور که این گونه انسانها را اسلامشان اسلام نادرست است. مسلمان نیستند اینها. وقتی که یک خواهری که وی از روی ترس خدا این لباسها را پوشیده است باز نفرهای پیدا شود که وی مسخره کنند، این دیگر چی جای مسلمانیش میماند؟ تو وی مسخره کن زمانی که وی با بچه های بیگانه رفته آمد داشته باشد، و تو مسخره کن وقتی که وی بی حیا باشد، تو وی مسخره کن وقتی که وی لباس های بی حیاانه داشته باشد. این حالت دا مسخره کنید. کسبم دوزندگی هست. کرته‌ای که من میدوزم با تن خود پوشیده کمبودی های آن را اصلاح میکنم. به من میگویند که این اوبال است، این رفتار تو در این مسئله روشنی. این اوبال نیست، یعنی همون کرته دوزهایی که برای آن که یعنی کرته دیگر انسان در بر خود میپوشن و بعضی عیبها و کمبودی های این کرته را در راست آینه میگیرن، این گناه نیست. کرته یک انسان برای که ویا اصلاح کنی، خوب کنی تا که همون پولی که تو گرفتی ویا حلال گردانی، این چی جای گناهش است؟ وای وقتی که میآید کرته را میگیرد وای تمام اطراف این کرته را تماشا میکند. اگر ذره در اطراف این یک عیب داشته باشد وای قبول نمیکند این کرته را. برای همین تو حق داری که البته میپوشی کرته را و نظارت میکنی، هر کمبودی که باشد اصلاح کن، جای گناهش نیست. محترم داملای عزیز، بعد التحیات را خواندن، صلوات ها را ناخوانده سلام دادن درست است؟ نه، نادرست است. التحیات که خواندین، صلوات ها را میخوانین، اللهم اغفر لی و لوالدی میخوانین و بعدا سلام میدهین، این حالت درست میشود. التحیات خوانده و صلوات ها را ناخوانده و سلام ناداده نماز تمام کردن، این نادرست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با من با این سوال جواب گردانید. مویهای سرم سفید شده است. من خینه یا کرسکه کنم همین جایز است یا نه؟ من جوان هستم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الیهود و النصارى لا یسبغون فخالفوهم. متفق علیه. حدیث متفق علیه هست که پیغمبر خدا گفتن یهودی ها و نصرانی ها ریش ها و موی های خود رنگ نمی کنند. شما ای امتی من موی ها و ریش ها تان رنگ کنید گفتند. خب میگذاریم حدیث دیگر. وقتی که ابوبکر صدیق فتح مکه شد، مکه را وقتی که پیغمبر با مجاهدهای خود وقتی که آمد و اشغال کرد گرفت، ابوبکر پدر خود ابو قحافه را نزد حبیب خدا آورد. پیغمبر خدا وقتی پدر ابوبکر دیدن، ریش و موی این پدر ابوبکر مثل سقامه بود. میگوید در حدیث سقامه گفته یک درختی که هم میوهش سفید است هم گلش سفید است. و رسول اکرم چی گفتند؟ غیرو هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. ابوبکر گفتند ریش و موی سفید پدرت را تغییر بده، رنگ کن، لیکن از رنگ سیاه اجتناب کن، رنگ سیاه نکن. خینه ببند، رنگ سرخ کن، رنگ زرد بکن، پیغمبر گفتند در حدیثات، لیکن رنگ سیاه نکنید.
از رنگ سیاه پیغمبر خدا من کردن. در مسئله میگه اگر مجاهدهایی که مثال جنگ میکنن اونها اگر موی سرشون را سیاه کنن برای اونها اجازت است، دیگر برای غیر اونها به هیچ کس درست نیست که موی سرش سیاه کند. ما و شما ندیدیم، اگر ما و شما خارج سفر کنیم در خارج میبینیم که مویها و ریشهای مردم خینه بسته شده، سرخ هستند، زرد میکنن، سرخ میکنن، لیکن سیاه نمیکنن. خینه بستن، هینه بستن، چی در پایهامان، چی در ریشهامان، چی در موی سرمان، این سنت پیغمبر است. و سرمه کشیدن هم در چشمها این سنت پیغمبر است. اینا را افسوس که در ما و شما، یعنی از زمانهایی که ما و شما نشنیدیم و این حدیث ها شاید که به پیشواهای ما و شما نرسیده بود که در بین ما و شما اعلانش کردن، مردم ما و شما از این سنت محروم مانده است. یعنی خینه کردن موی سر، ریش، اینها را جایز است. یا رنگ زرد کردنش هم پیغمبر اجازت دادن، لیکن از رنگ سیاه گفتن اجتناب کنید، سیاه نکنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. اکای حاجی میرزا، من استقامت کننده دهه قبچاق می باشم و کسیته های شما را هر هفته برده گوش می کنم و مادر من شما را از روی سخنهای شیرینتان بسیار دوست می دارد و در حقتان دائم دعای نیک می کند و امروز بیمار خواب است. از شما خواهش می کنم که در همین ساعتهای قبول دعا در حقش دعا کنید که خداوند بر مادر من شفا دهد. با احترام، مخلص اشدی شما از دهه قبشا. خدای مهربان این مادری که از این جمعیت ما دعای خیر کردن، طلب دعای خیر کردن، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خداوند زبان شما را براتر گرداند. داملای عزیز، یک سؤال دارم. من 3 سال پیش خانه‌دار شدم و عائله من در زکس فتح پوشیده بود. آن وقتا من نمیفهمیدم که این فتح پوشی در نکاح انسان زلال میرسانیده است. امروز که فهمیدم داملای عزیز، آیا من از سر نکاح کنم یا نکنم؟ با احترام، مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خداوند در سوره هود در آیه 114 او میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی های شما گناه های شما را کوره میکند. یعنی وقتی شما نفهمیدین با این عملهای شنیع، با این عملهای نادرست چنگ زدین و امروز که فهمیدید و شما امروز به حسنات قدم زده ایستاده این، شما الک نمازخوان شدید، از خدا ترس کشیدید، ان الحسنات یذهبن السیئات. این نیکی های شما آن گناه های شما را پوشیده میگرداند، نابود میکند. فقط اگر این برگشتن شما برگشتن حقانی باشد، دروغ نباشد. امروز که فهمیدی عمل کن، انشاءالله خداوند برای تو هیچ ضرر زیان دیگر نمیرساند. و پیغمبر خدا میگوید: اتبع السیئة الحسنة تمحوها. شما وقتی که یک گناه ده که قدم زده بودید، از پسش نیکی کنید، نیکی های شما گناه های شما را خورده نابود میکند. برای همین انشاءالله من برای شما اون جوانهایی که به این گناه ها دست زده بودند باز تأکید میکنم که این نیکی های شما، این عبادت های شما، الله که اون گناه های شما را نابود کرد. شما الله که توبه اساسی را به سوی پروردگارتان کنید، انشاءالله دیگر در نکاح شما و در حیات شما هیچ زلال زیان پیدا نمی شود. فقط دویم باره به این گناه دیگر چنگ نزنید و فهمید که اسلام شما انا همین نمی خواهد که باید خواهر ما و مادر ما باید که بی حیا نباشد، باید لباس های اسلامی در بر داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر خدای عز و جل را و درود محمد مصطفی را.
اما بعد سلام بر شما داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم با این سوال ما در همین جمعه جواب دهید که ضرور است. درباره نمازهای قضا پره گپ میزدید. نمازهای قضا را من گفتم برای شما که نمازهای قضا را خواندنش واجب است. یعنی کدام شما اگر نمازهای قضایی داشته باشین، یعنی 1 سال 2 سالهایی که نخوانده بودین نمازهای قضایی تانه، نمازهای وقتی تانه، امروز اونها را باید شما قضایی خوانید. یعنی برای هر کدام او اگر شما نیت کنین که من 1 روزه نماز قضا میخوانم، مثال از نماز بامداد سر میکنم تا نماز پیشین عصر و شام و خفتن تا نماز ویترم قضایی خوانده میشود. یعنی 1 اذان گوید در دیگرش قامت گفته خواندن گیرید. برای همان نمازهای قضایی تان 1 اذان کفایت میکند. در هر کدام او اذان نگویید، قامت گفته و نمازهای قضایی تان خواندن گیرید تا که چند سالی از شما قضا شد همونها را 1 به 1 نویسانید تا که شما مثال فهمید که کدام وقت نمازهای قضایی شما تمام شد. 1 سال باشد 2 سال باشد حساب کنید، هر روز 1 روزش خوانید. سال 5 وقت نماز قضایی تان هر روز 1 روزش که خواندی 1 روز خط زن که مثال از 366 روز 1 روزش الکی تمام شد. گفته هم تا حساب کنین انشاءالله شما بعد از چی است؟ بعد الکی شما صاحب ترتیب میشوید. با صاحب ترتیب باز قانونهاش دیگر است که اگر تا نماز مثال انسان نماز عصر دا باشد پیشینش نخوانده باشد، نماز عصرش برای درست نمیشود تا وقتی با پیشینش نخواند. اونا را با صاحب ترتیب میگویند. یعنی برای صاحب ترتیب شدن شما باید که نمازهای قضایی تا نخوانید.